قدیما وقتی مادر بزرگم ترشک درست میکرد بوش تو کل خونه میپیچید. میوه خشک‌هایی را که تابستون با عشق براتون تولید کردیم امروز قرار تبدیل به یه ترشک خوشمزه بشه. وای چقدر بوی تازه‌ای میده. رب آلوچمون. آلوچه مراغا با آلو رو ریختیم. الان نوبت آلوی سنتی شهرمونه. زالخته، آلبالو خشکه، برگه آلو، رب آلوچش کمه. همون طعم کودکیم بدون هیچ مواد افزودنی، درست مثل قدیما. هم میتونی تو ظرف 400 گرمی سفارش بدی، هم تو ظرف 200 گرمی. برای ثبت سفارش سریع کلمه ترشک رو کامل کن. قیمت هم تو کپشن نوشته شده.